شما رو به چه اتهامی دستگیر کردن؟ اتهام آدمربایی و تجاوز. تهم‌ها رو چجوری شناسایی می‌کردی؟ تهم‌ها چند ساله بودن؟ از داخل خیابون‌ها شناسایی می‌کردم. کدوم خیابونا؟ خیابون‌های افسری مولوی خراسان. تو چه ساعتایی می‌رفتی؟ ساعت‌های خاصی نداشت، دوره برای ساعت بعد از ظهر. چرا بیشتر بعد از ظهر؟ ساعت خاصی نداشتم چون. خب و این بچه‌ها چند ساله بودن عمدتاً؟ عمدتاً 10-12 سال. و این بچه‌ها مگه پدر مادر همراهشون نبود اون موقع؟ خیر. اواخر سال 1403 پرونده‌ای به اداره 16 پلیس آگاهی واصل شد مبنی بر اینکه در یکی از بیمارستان‌های تهران کودکی مورد مداوا و معالجه قرار گرفت که آثاری مبنی بر آزار و اذیت و متأسفانه تجاوز در بدن این کودک مشاهده شد. مریضی به من غلبه کرد. دقیقاً چه مریضی داری شما؟ مشکل بچگی با هم این کار انجام شده. چه کسی بود این کار انجام داده بود بچگی؟ شخص نزدیک خانواده. این گادشکاوری که داری، اسپری که داری، حالا این بحث بیسیمایی که همراه بوده، اینا چی بوده؟ استفاده چطور می‌کردی اونجا؟ داخل کیفم بودن اینا ها. خب میدونم اینا بوده، اینا رو چیکار می‌کردی؟ اونجا نمایش می‌دادی به این بچه‌ها؟ نمایشی بودن. خب چی؟ برای اینکه باورشون بشه من مأمور هستم. در کمترین زمان ممکن متهم رو که با یک دستگاه موتورسیکلت هیوسانگ قرمز رنگ و در بعضی از وقوعات یک موتورسیکلت ترباکسر آبی رنگ در مناطق جنوب شرقی تهران با پوشیدن لباس کارمندان و پاکبان‌های شهرداری اقدام به ارعاب کودکان زیر 15 سال می‌کرد و تحت عنوان مأمور اینها رو به نقاط خلوت و جنوب شرق تهران عمدتاً در محله مشیریه میکشون و مورد تعرض و تجاوز قرار میداد. سابقه داری؟ بله. در رابطه با چه موضوعی بوده؟ در رابطه با همین موضوع آدمربایی. آدمربایی منجر به تجاوز، درسته؟ بله. چه سالی بوده؟ سال 95 تو پارک دانشجو بودم. در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهش در شهرستان پرند شناسایی رو دستگیر کنیم و نهایتاً به تعداد 5 فقره تا این لحظه ارتکاب به تجاوز به اون اعتراف کرده. البته در بررسی گوشی و مستنداتی که از متهم به دست آوردیم ما فکر می‌کنیم تعداد جرائم این متهم بیش از اینا هستش. بچه‌ها دختر بودن پسر بودن؟ پسر بودن. همه هر 5 تا 6 تاش پسر بودن؟ بله. چرا فیلم می‌گرفتی از کاری که می‌کردی؟ تو فیلم‌ها دختر از فیلم میگرفتم برای اینکه در تو فضای تلگرام میذاشتم. چرا این کارو میکردی؟ تو که این بلا رو سرشون آوردی، بعد با آبروشون هم بازی میکردی بدتر بیشتر از این؟ در برخی از تجاوزات کودکانی که مقاومت میکردن رو با قرص بیهوش میکرد و بعد اقدام به افعال ننگین خودش میکرد. این قرص ها تو وسایلی بوده که از شما پیدا شده. قرص خواب آوره، درسته؟ بله. این قرصا رو برای چی استفاده می‌کردی؟ میذاشتم لای کیک و به اونا میدادم که چی بشه؟ که خوابالو بشن و میبری داخل خونه. میگی متأهل بودم. اون موقعی که میرفتی خانومت کجا بود؟ اون موقع خانوم نداشتم، تازه منتقل شده بودم. آها. با این قرصا رو چجوری میدادی بهشون بخورم؟ لای کیک. خب چجوری بچه‌ها می اومدن تو خونه؟ بله. باشیمون از شهروندان و خانواده‌های قربانی این هستش که اگر به این شیوه و شگرد کودکانشون مورد تعرض و آزار و اذیت قرار گرفتن بلافاصله با مراجعه به اداره 16 پلیس آگاهی یا شعبه سوم دادگاه کیفری 1 اقدام به طرح شکایت کنن تا نسبت به پیگیری شکایت اونها هم اقدام بشه.